درود بر شما عزیزان و سپاس برای انتخاب کافه شعر شمس. یکی از غزلامو تقدیمتون میکنم. ای نازنین دیدی کجا آخر کشید کارم، 30 سال توگ کوچه چشمات تب دارم. دور از برم رقصیدی و گفتی ببخشی که افتاد روی قلب تو آوار آزارم. گفتن نداره مردم این شهر میدونند که تو بهاری نوگلی، من آخرش خارم. ابری غریبم میروم تنها و سرگردان، شاید بخندم لحظه ای، یک عمر میبارم. عمری دویدم تا بگویم نازنین ای ماه، یک خنده از اون باغ آلبالود طلبکارم. با این همه زخمی که در پیراهنم مانده، از آن همه نامهربانی دوستت دارم. سپاس از توجه شما. خدا نگهدار.